شعر رسانه است. امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میگذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه‌ای است. هر کس رسانه‌ای قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره، هر هدفی موفق تر خواهد. اینجا مرکز مقاومت است.